این دیوار است اما عادی نیست. خشت‌های این دیوار با پاره‌های اطلس روی هم چیده شده‌اند. این ایجاد تخیل نقاش تاجیکستانی الکسی رومیانسف است که در خانه مزایده معروف سوتبیز در لندن با فروش گذاشته شده بود. و این دیوار نخستین نقاشی معاصر تاجیک است که در چنین مزایده‌های بزرگ بین المللی خریدار می‌جوید. الکسی رومیانسف مؤلف 38 ساله این اینستالیاسیا و یا ایجاد تخیل میگوید سوتبیز نمایش و فروش دسترنج رسامان منطقه آسیای میانه و قفقاز را تحت عنوان در چهارراه تأسیس داده است که از 4 مارس سال جاری شروع شده بود و تا 12 مارس ادامه کرد. Инсталляция «Стена» посвящена теме трудовых мигрантов, то есть наших ребят, которые работают. اینستالیاسیای دیوار به خاطر مهاجرین تاجیک ایجاد شده است و رمز زحمت و روزگار مردم مهاجری مهنتی است که شاید سری چیدن هر خیش در یاد وطن است. از طریق تلفن با نزدیکان صحبت می‌کند، خبری خوش و یا بد میشنود و آنها را زیر خشت بینای در غربت می‌گذارد. یعنی صدها منزل و بناها در خارج تاجیکستان با زحمت و خیال‌های خوب و مغشوش مهاجرین بنیاد می‌شود. Это вот тот самый цемент, который они оставляют там, свои мысли оставляют в стенах чужих домов. نسخه ویدیویی اینستالیاسیای دیوار رومیانسف در گذشته در نمایشگاه‌های در مسکو، بخارا و سال گذشته در پاریس به نمایش گذاشته شده بود. پیشنهادی در مزایده سوتبیز گذاشتن اینستالیاسیای دیوار را سال گذشته در بیشکک نماینده آن مزایده فروش ارائه کرده بود. الکسی رومیانسف که همزمان رهبر استودیوی ویدیو و انیماسیا در دوشنبه است، گفت در صورت به فروش رفتن کار ایجادی دیوار سرمایه آن را برای تهیه نخستین فیلم کامل انیماسیونی تاجیکی خرج خواهد کرد. این فیلم انیماسیونی در حال تولید است و با منظور سنت‌های تاریخی و فرهنگ تاجیکی تهیه می شود. جناب رومیانسف در گذشته نیز بعضی آفریده‌ها با اصول معاصر تصویری داشته است که در آزمون‌های بین المللی شرکت کردند. Мне довелось в 2007 году впервые от با من در سال 2007 میسر شد که برای بار نخست از تاجیکستان در فستیوال ونیزیا بزرگترین نمایشگاه جهان شرکت کنم. در این فستیوال من ویدیو آرت خود با اسم قره‌بالا را پیشنهاد کرده بودم که اسم دیگری آن چرخ گردون است. این یک ایجاد تخیلی فلسفی است که در مورد فلسفه زندگی مردم تاجیک قصه می‌کند. философии, которой живет таджикский народ. رومیانسف همراه با گروه خود و با استفاده از فناوری‌های جدید در صنعت معاصر در برنامه‌های مختلف جمعیتی شرکت می‌کنند. Мы создаем социальные ролики, рассказывающие, скажем. ما فیلم‌های خود اجتماعی آماده می‌کنیم که مثلا در مورد تأسیس بعضی اکولوژی مساعد پایتخت تاجیکستان صحبت می‌کند. همچنین در موضوع حفظ حقوق زن و اطفال چنین فیلم‌ها آماده کرده ایم. Его, скажем, о проблеме детского труда. رومیانسف بر این است که فعلا در تاجیکستان نقد صنعت نقاشی معاصر رشد نکرده است و در مورد سطح این صنعت در کشور چیزی گفتن مشکل است. اما با قول او تنها گروه خرد از نقاشان هست که با استفاده از فناوری‌های معاصر تلاش معرفی صنعت نقاشی معاصر تاجیک در خارج از کشور را دارند.